بچه سلام، ادوین هستم. توی این ویدیو میخوام شما رو با یه نرم افزاری آشنا کنم که کارش در واقع تست سلامت هارد دیسکمونه، هاردای HDD در واقع، و فقط سلامتش به ما نشون میده که هارد دیسکمون عملا سلامتش به چه شکلی هستش. چرا باید این رو داشته باشیم؟ روی کامپیوترمون باید این نرم افزار رو داشته باشیم، مخصوصا کامپیوترهای قدیمی که خیلی سال هست که ازش داریم استفاده میکنیم. چرا؟ چون باید سلامت هاردمون رو ما بدونیم چی هستش و اینکه اطلاعات حیاتیمون رو آیا روی اون هارد در واقع درست نگهداری بکنیم یا نه. باید به فکر یه چاره دیگه باشیم. اسم این نرم افزار هارد دیسک سنتینال هست که من از سایت صاف 98 این رو میخوام دانلودش کنم. وارد سایت صاف 98 که بشیم، میایم پایینتر، نسخه های مختلفش رو میتونیم اینجا ببینیم. نسخه دسکتاپ داره، نسخه سرور داره، نسخه پورتابل داره که من نسخه پورتابل ورژن دسکتاپ رو قبلا دانلود کردم و آوردم اینجا و از حالت زیپ بازش کردم. میام اینجا روی اپلیکیشن کلیک میکنم، باز میشه. برنامه که باز میشه، اینجا من میتونم اطلاعات خوبی رو از هارد دیسکم ببینم. توی قسمت چپ برنامه اینجا سلامت هارد دیسکم رو میتونم ببینم. اینجا حرارت هارد دیسکم رو میتونم ببینم. رنگ بندی هایی که داره، سبز یعنی این که قابل در واقع استفاده است و هیچ مشکل و خطری نداره. اگر این رنگشون به زرد یا قرمز برسه، یعنی داره به فنا میره و شما اصلا نباید روی این هارد دیسک اطلاعات حیاتی نگهداری بکنید. اصلا درست نیست که روی سیستمتون باشه، به دلیل اینکه خود وجود هارد دیسک خراب روی سیستم باعث میشه که غیر از کندی که پیش میاره، باعث میشه که در واقع عواقب دیگه‌ای هم داشته باشه و جای دیگه هم تأثیر میذاره. سمت چپ که ما میایم، عملا اینجا به غیر از سلامت هارد دیسکی که اینجا میبینیم که حالا خودش زده مثلا اینجا گود، خب اینجا مثلا ما میبینیم بازدهیش به چه شکلی هستش. پایینتر میایم، مدت زمانی که روشن بوده، 210 روز اینجا روشن بوده. مدت زمانی که در واقع لایف تایم این هارد دیسک هستش مثلا 801 روز هستش، اینو مثلا اینجا زده که ما میتونیم ببینیم. این تب این کنار اوورویو رو که بزنیم، تمپرچر هستش که در واقع اون بحث حرارتی رو داره نشون میده که مثلا دمای این هارد دیسک الان به چه شکلی هستش، یه گزارش کامل به ما میده. سمارت رو که بزنیم، اینجا در واقع سکتورها رو به ما نشون میده که آیا بد سکتوری داره نداره و در واقع قسمت های دیگه که میتونه اطلاعات دیگه رو به ما بده. این نرم افزار حتما روی سیستمت نصب کن و برام کامنت کن که سلامت هارد دیسکت چقدره. اگه تو یه نرم افزار دیگه میشناسی که میتونه کمک کنه به سلامت هارد دیسک، حتما برام تو کامنت ها بگو. مخلصم، تا بعد.